چخیل کنیم که بعد 7 سالگی هم ما در نزد کودک افتریتت باقی مانیم. یک شخصیتی که باور میکنه، آدمی نزدیک باقی مانیم. مثلا خاصه وقتی که کودکا سال 13-14 ساله 15-16 ساله میشن، هر چقدر بزرگتر میشن همون قدر دورتر میشن از پدر و مادر، بیشتر به کوچه ها نزدیکتر میشن. مثلا با دوستاشون با آدمای کوچه زیادتر نزدیک میشن و مثلا وقتی که وای ها به پرابلم ها دوچار میشن، پرابلم هاشون رفته قطعی بچه های کوچه تقسیم میکنن. و ما چیکار کنیم که همین پرابلمشون رفته قطعی بچه های کوچه تقسیم نکنن، آمده با ما تقسیم کنن؟ و این بسیار کاری دشوار. و تا 7 سالگی گفتید، مثلا تا 7 سالگی، من نمیدونم تا چند سالگی، تا 5 سالگی، تا 7 سالگی، ما همیشه ما باید، اگر ما میخوایم همیشه برای فرزند ما آدم افتریتت مانیم و وای آمده نزد ما همیشه درداش تقسیم کند و مشکلاش تقسیم کند و ما دانیم که این با چی کارا مشغول است، ما اولین کاری که باید کنیم ما باید دوست شویم و این از همه کاری دشوار.